سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی خیلی عجیب. یه چیز خیلی عجیب من تو ماینکرافتم دیدم. یعنی اولش که یه ذره نگاه بازی اصلا لگه. من گوشیمو تازه خریدم، یه گوشی زیده پرام خریدم، پردازش داشتم ضعیف نیست که بازی لگ بشه. من با اینا مواجه شدم. اولش یه چند تا چیز ترسناک دیدم، گفتم مهم نیست. سریع دیدم یه چیزا دیدم، گفتم مهم نیست. خدا اومدم یه دونه چیز پیدا کردم، یه دونه ویلیج. با این ویلیجرهای عجیب و ترسناک مواجه شدم. کسی اگر میدونه این ویلیجر چیان یا اگر کیپی پاستا هستن حتما توی کامنت ها برام بنویسید. واقعا عجیبه برام، واقعا برام ترسناک. واقعا اینجا برشم نمیشم تو کی هستی؟ این جواب نداده. وای یا خدا. بعدش اصلا من یه سرور خیلی قدیمی ماینکرافتم دارم بازی کنم که یه همچین چیزی اصلا توش هنوز به وجود نیومده. و من یه همچین چیزی دیدم، بعد با اون ویلیجر عجیب و غریب روبرو شدم. آی خدا. بچه اگر حتما میدونین تو کامنت ها برام بنویسین واقعا چی؟ ها؟ بچه چی؟ چرا اصلا اینطوریه؟ وات؟ یعنی چی؟ چرا اینطوریه؟ بچه حتما تو کامنت ها رو کنید که اگر دوست دارید کسی هم هست که به معرفی کنید که بیارم تو سرور، شاید که دوست برام کاری بکنه. حتما تو کامنت ها برام بنویسید. واقعا این چیز عجیبی ترسناک خوبه. یعنی که اگر خودتون هم دیدین حتما تو کامنت ها برام بنویسید. توجه کنید من هیچ شیدر یا چیزی ندارم. اصلا من قبل از این که من ما این بازی قبلا داشتم بلوزشم نکردم، حتی به خاطر همین نگین شیدر زدی به خاطر شیدر اینجوری شده. من حتی هیچ مودی رو این سرور نکردم و قبل از این که بیام و این اتفاق برام بیفته یه همچین چیزایی من اصلا ندیدم. این اولین باری که دارم میدم و چند چیز عجیب مثل صلیب دیدم. یه دفعه دیدم یه جایی اسکلتون اسپان شد. البته شاید چیز عجیبی نباشه. بعدش آخه اسپان شد بعد دی اسپان شد. بچه حتما برام کامنت بدین که بفهمم این چیزا خیالم راحت بشه. یعنی که اگر خودتون میشناسید، اگه میخواهید با من ارتباط برقرار کنید حتما شماره تو کامنت ها بنویسید، یا اینکه شماره رو براتون میذارم اون موقع دیگه زنگ بزنید بفهمیم چی. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ. بچه این بخش ویدیو رو الان اضافه میکنم. توجه کنید که یکی از ویلیجر که اینطوری بود یه دفعه تبدیل به ویلیجر معمولی شد. اینم گفتم که بدونید یه چیز عجیب ثابت نبود اصلا. اینم گفتم بدونید. خیلی کانالمو دنبال کنید که خیلی بهم انرژی میدید که با این کلیپ پاستای من رو مبارزه کنید.